با این عصبانیتی که داری لابد همون ویلایی که فروخته شد. نه در واقع هیچ کدوم. نه پول، نه اون صندلی چرمی که چسبیدی بهش. بزرگترین ارثی که بابام برام گذاشت توانایی خوندن ذهن یه ترسوه. این که فقط با نگاه کردن به چشمای یکی مثل تو بفهمم تو مغز کثیفت چی میگذره. همچین توانایی برای یه وکیل یه نعمت اوزان، قدرشو بدون. ولی برای یه آدم عجول و جوش زده‌ای مثل تو فقط سر و صدای الکیه. تو در اندازه نیستی که از حق و قانون حرف بزنی. زور نزن خودتو زرنگ نشون بدی. این حرفای قشنگم برو واسه اون دلقکایی بزن که دورت جمع شدن، یا واسه مامانم. ولی اینو تو کلت فرو کن. من اون خونه رو به تو نمیفروشم، حتی اگه مجبورشم آتیشش بزنم یا خرابش کنم، ولی نمیفروشمش. شنیدی چی گفتم؟ اوزان بسته دیگه. مامان تو دخالت نکن. شوهرت الان داره جواب خونه ای رو میده که پنهونی میخواست بفروشه. گفتم بسته. اون خونه رو ممتاز نخواست بفروشه، من خواستم بفروشم. دستور فروشم من دادم، چون دیگه نمیخوام تنهایی تو اون ویلای لعنتی زندگی کنی. نمیخوام مثل یه غریبه خودتو حبس کنی پسرم. اگه میخوای از میراث پدرت دفاع کنی بهتره یه وکیل درست حسابی بشی. درستو تمام کن و راه باباتو ادامه بده. آخه مامان تو چطور تونستی؟ اون خونه تنها یادگار بابام بود. تو هم یه یادگاری از باباتی. با ارزشترین چیز تویی که ازش برام مونده.